رونالدو بالاخره سال 2008 اولین توپ طلای کریر خودشو برنده میشه. بریم ببینیم حقش بوده یا نه. به نظر من حق ترین و خفن ترین توپ طلای تاریخ واسه این سال رونالدو، چون اون ورژن رونالدو وحشتناک قوی بود. مثل تویی که فلیکس فوتبال رو میبینی و دنبال میکنی تو از فوتبال جا نمونی. چون کریس اون سال تو بالاترین و خفن ترین سطح فوتبال دریبل میزد، کاشته میزد، هد میزد و شوت‌های میزد که باعث شد فیفا گل پوشکاش رو به فوتبال اضافه کنه. باید بگم که بعد از کریس لیونل مسی تو رتبه دوم و تورس لیورپول توی رتبه سوم قرار داشت. و اگه می‌خوای آماراشون رو ببینی کپشن رو چک کن. رونالدو بالاخره سال 2008 اولین توپ طلای کریر خودشو برنده میشه. بریم ببینیم حقش بوده یا نه. به نظر من حق ترین و خفن ترین توپ طلای تاریخ واسه این سال رونالدو، چون اون ورژن رونالدو وحشتناک قوی بود. مثل تویی که فلیکس فوتبال رو میبینی و دنبال میکنی تو از فوتبال جا نمونی. چون کریس اون سال تو بالاترین و خفن ترین سطح فوتبال دریبل میزد، کاشته میزد، هد میزد و شوت‌های میزد که باعث شد فیفا گل پوشکاش رو به فوتبال اضافه کنه. باید بگم که بعد از کریس لیونل مسی تو رتبه دوم و تورس لیورپول توی رتبه سوم قرار داشت. و اگه می‌خوای آماراشون رو ببینی کپشن رو چک کن.